اگر شما یا دوستانتان خواهشی سفر به وطن را داشته باشید و می‌خواهید بلیط‌ها را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایید، پس به رقم‌های در اکران بوده زنگ زنید و بلیط‌ها را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایید. شنوندگان عزیز، این لحظه می‌خواهیم باز یک خبری نو و تازه را پیشکشتان گردانیم. جسم بیجانی یک عروسک 3 ماهه را از دریای زرافشان پیدا کردند. در آن خصوص صبح امروز یک ساکن دهه گوسری پنجکند به واتساپ ما روان کرد و گفت این هم دهه مقتول که از افشای نام و نسبش خودداری نمود، جوانزنی دست به خودکشی زده مهرنیسا نام داشته زاده دهه گوسری شهر پنجکند می باشد. مهرنیسای ناکام همگی 17 سال داشته است. والدانش 3 ماه پیش با صد آرزو و هوس او را به خانه بختش گسیل کردند. اما خوشبختی عائلوی به این عروس ناکام دیر نصیب نکرد. پس از 3 ماه عروس شدنش مهرنیسا مرگ را از زندگی شیرین عائلوی اولاتر دانسته خود را به کام دریای زرافشان هوا می دهد. همدهگانش میگویند ظاهراً روزهای اولی عائله‌داری مهرنیسا از تقدیر راضی و خوشبخت و مسرور می نمود. خانواده شوهرش چندان آدمان بد نبودند. از همین سبب یک بار دست به خودکشی زدن این عروس 3 ماهه که به قول معمول هنوز از 100 گلش یک گلش ناشکفته بود همه را در حیرت گذاشته است. آوازه ها در مورد خودکشی مهرنیسا خیلی زیادند. یکی میگوید که کلینچک پس از جنگ و جنجال عائلوی خود را به دریای زرافشان هوا داده است. دیگری این آوازه را رد نموده سبب دست به خودکشی زدن این عروس 3 ماهه را به مخلوق‌های ناعیان ربط می‌دهد. زن‌های محله میشمیش می‌کنند که عروسک از چیز سخت ترسیده و بیماری روحی گرفتار و پریوره شده است. گویا مهرنیسا را جن‌ها به خودکشی تلقین نمودند. آوازخوان مشهور تاجیک ریحانه رحیمова از مرگ نابهنگامی مادرش قصه می‌کند. هیچ کس دقیق گفته نمی‌تواند که به این کلینچک پنجکندی یک باره چی شد که پس از ماه عسل مرگ را از زندگی عائلوی که در این دوره باید از عسل هم شیرین تر باشد اولاتر دانست. جسم گل عروس نازنین را دیروز در دهه گوسر شهر پنجکند با ناله های زار به خاک سپردند. به شبکه قدم شو ایسایف آبونه شوید و زنگولچه را پخش نمایید.